بازار کنزاکس شما را به دیدن این فیلم دعوت می کند. داداش یعنی عمو یونس هر روز این همه راهو میخواد بره بیاد؟ آره بنده خدا باید بره و بیاد دیگه، بالاخره کار همینه دیگه. او خسته میشه که بالاخره این کار دیگه. سلام. خیلی خوش اومدید. خوبی؟ این آقا یونس هسته؟ بله سلام. خیلی خوش اومدید. یونس اومدیم آقا یونس رو قرض بگیریم ازتون ببریم امروز زودتر. سلام آقای چاوشی. سلام. قشنگه بهرام ببین. از فردا میان اینجا و تو اتاق پایینم ور می‌داریم. غیر از 2 تومن حقوقت 5 تومن دیگه هم به خاطر این اضافه کاری بهت میدم. ماهی 7 تومن جمعاً. دانشگاه دخترت هم که خیلی نزدیک بهت میشه دیگه، راحتی اینجوری. ما نمک پرورده هستیم آقای چاوشی. شما بفرمایید من در رو باز میکنم. آره بپر باز کن در رو. ما باید کمک بکنیم سریع‌تر جمع شیم. عجله داریم. اجازه بدیم. نه باز میکنم. آقا یونس کفشات بی زحمت. بله چشم. یا الله. یونس بله. این تخته اینجا بزرگه خب؟ بله. ببر اون اتاق تهیه اتاق بزرگی میشه، هم تلویزیون بچه‌ها اینا باید نشیمن اینا خیلی خوب. دست شما در نکنه. آره. چشم. پس ترتیبشو داد بریم. بله میگم بچه‌ها ببرن اونور. آره دست داد. مریم بیا بالا. این اتاق رو حالا بیا ببین. یعنی تخت رو بیارم این اتاقی آره که دیگه الان اینجا ببین. چشم. صبحونه رو قشنگ تو تراس رو به دریا میخورین و حالش رو ممنونم. البته من که صبحونه رو صبح زود تو باغ محل کار میخورم ولی بچه‌ها میخورم. ما نمک پرورده هستیم. حالش رو ببر. دست شما در حالش رو ببر. فقط آقای چاوشی من یه خواهشی هم داشتم. میخواستم اگر اجازه بدید من این دوربینا رو قطع کنم که اون خانم دخترم رفت آمد میکنن. آره چرا نه؟ دست شما من خودم خاموش میکنم. دست شما در خواهش نکنه. میکنم. زحمت افتادین ببخشید. خب اینم دوربینا همه خاموش. این کلیدام که مال انبار. بله میدونم اونا. مال اتاقا و خب بیا کمک کن اینا رو جمع فرشرم جمعش کن. چشم. شما دست نزنید. شما دستتون رو کثیف نکنید. من جمع میکنم. باریکلا. یا علی این کارتون که هیچی، ولی باید چند تا کارتون از پایین از انباری بیاری. بله اینا رو بچینی تو. چشم. اتفاق باید این وسایل اینجا بیفته این شیوا خانم پوست از کلت میکنه. نه بابا چی کاره آقا یونس دارم. چرا واسه 2 تا دیگ بعد پوست از کله آقا یونس؟ شیوا خانم خیالتون آقا راحت یونس باشه. این صندلی‌ها رو بی زحمت. چشم. آقا یونس بله. میگم که شما بچه‌ها که بزرگم من خیالم راحته خب. فقط مهمونینا نیاد یه وقت 6 ماه این خونه در اختیار شماست. نه ما که خدا مهمونی مهمون نمیاد. نیاد. این شمدونیا خیلی گرونه. مهناز که کسی رو نداره، فامیلاش تهرانم، منم که کسی رو ندارم. نهایت برادر خانومم 6 ماه تو این 6 ماه 1-2 بار به ما سر بزن. دست درد نکنه آقا یونس. کفش. کفش رو در این حالا بله میگم در بیار. دست درد. حالا این 6 ماه مهمون نیاد تو رو خدا. نیاد دیگه. چشم. عمو یونس هفته یه بار آب دادن این نخله یادت نره ها. نه بابا جان 11 سال خودم دارم آبش میدم. خب واسه همینه منم 11 ساله دارمش دیگه. وظیفه‌م بوده بابا جان. دست درد نکن. بیا بیا. بیا.
چشم یه سرینو بگیر. چشم. یادش بخیر 11 سال پیش واقعا این چقدر بود؟ اینقدر بود. نیه مجید 5 سال بیه. آقا بگم علی. یا الله علی بودو بابا چلو کباب مگه نمیخوای؟ بودو قربونت برم. آقا سلمان سلام عرض شد. آقا امشب ما یه چلو کباب میدی؟ سلام خوبی؟ خیلی خوش اومدیم. نون پنیر نداریم بهتون بدیم چه برسه چلو کباب. خوبی عمو؟ با پسرت اومدیم. بله اصرار داشت بیاد ببینیم میشه شما رو راضی کرد. بشین بابا جان. از الان داری زبون بازی یادش میده دیگه. از دختر بازی و کفتر بازی که بهتره. پیش بچه بعده. دختر بازی بعده بابا. خوشگل بودی چه اشکالی داره؟ عمو سلمان یه 5-6 ماه به بابا فرصت ای قربون. 5-6 ماه؟ میخواه از اون چک ازش نگیرم؟ ببین دارم مزه میریزم. بابا جان تو مگه نمیخوای مهلت بگیری؟ معذرت خواهی کن از آقا سلمان. عمو سلمان آقا سلمان باریکلا بگو که من بابا نمیتونه 83 روز این 200 میلیون بگیره. عمو سلمان بابای من که نمیتونه تو 83 روز 200 میلیون جور کنه. بابا 4 ماه بهش مهلت دادم نتونست پاس کنه. 5 ماه دیگه هم فرصت. تو میگی که این میگه ها. آقا بلند شو بریم بابا. بلند دستتو نشون. آقا سلمان میخوای یه مشمال بهت بدم؟ نه نمیخواد. میطلبه بابا نمیطلبه نمیخواد. هر دفعه که دوست داشتی بابا. بابا نمیطلبه. آقا تعارف نکن دیگه پاشو دیگه. آقا میگم نمیخواد. پاشو بدنت نرم میشه. من بدنم سالمه نمیخواد. بابا نمیخواد. بیا تعارف نکن. آقا نمیخواد. آره دیگه. چرا تعارف میکنه؟ بابا با این کارا نمیتونی خراب کنی. بچرخ. آقا نمیخوام ماساژ نمیخوام. ماساژ نمیخوام چیه؟ بخواب. باز خوابیدی ها. با روغن میخوای قشنگ ماساژت بدم ها؟ بعد پیش بچه زشته خجالت بکش. بابا بایستا بابا میخوام ماساژت بدم. نمیخوام ماساژ بدی خدا لعنتت کنه. 2 تا چایی هم میاری برامون؟ آدم میاد. الو سلام یونس جان. نه خوبم اومدیم با علی میایم باشگاه. کشتی چه خبر؟ چی؟ از که؟ شانست زده. خونه اون گندگی میشه مال شما دیگه ها؟ 6 ماه؟ کجا میره؟ آمریکا. خوب اون تا بیاد بابا خونه رو حال میکنیم توش. باشه من فردا یه وانت میگیرم میام. آره قربونت. حالا در تماسیم. خداحافظ. من در کل آدم بدبختیم ولی خب لای همین بدبختیام گاهی اوقات جفشیشم زیاد میارم. میخوام یه ماجرا رو براتون تعریف کنم که فکر میکنم براتون جالب باشه.
کفشا بیا در تو بابا جان. کفش تو درار ماما. کفشو در. این اتاقم نشیمنه. چه خونه یه خونه تابشه. بیا. این اتاق؟ نشیمنه. آقا فرخ با تو هم هستم. کفش برای منم. دستم بنده بابا. اوه. بذار بابا اینا رو فعلا اینجا. ای چی خالیه؟ خانم دست نزنید به چیزی. دست نزنید. دست نزدم. اینم که واه چه بزرگه. خب اینو خواب کنن این برای مستراب. نه این برای راحت‌تر. دستشویی بابا تو حوض بشوریم ما دستامونش. چیه دستشویی؟ بیا بریم اتاق خوابم. کفشو گرفتی گذاشتی رو تخت؟ بیا. خب بریم اون لباساتون هم که خانم نشینین روی تخت. کثیف میشه. اینجا فقط برای خوابه. برای فکر نکنی. بیاین خانم بیاین بریم اون اتاقو ببینیم. بیا ندید بدیدا بیای. کجاست؟ اون اتاق پشتیه؟ اون اتاق تایی. یواش. سولاخو. او بالا رو ببینی. اینا رو برای چی قایم کردن؟ اینقدر اینا قشنگن. ببین قدیمی مال 100 سال پیشه. نه بابا اینا قدیمی‌تره. این خوابه؟ نه بابا. چرا دیگه چاوشیشون گفته تختاری بیاریم اینجا. اتاق چاوشی ما هم 2 تا اتاق بیشتر نداریم. مستراب نداره؟ یعنی ما با این دایی تخت جمشید هم رفتیم دنبال مستراب بود ببینید 2500 سال پیش. این اتاق چیه؟ اتاق بازی. صبح تا شب این تو بود چاوش. بذار اونجا اونو. اینو بذار اونجا شوخی چقدره؟ 50 خدا بده برکت. شما بخوابین رو تخت، پسرا بخوابن رو زمین که منم تو اتاق تنها باشم. همه فکرت درس شده دارم بذار آخه. بیاریم حالا تخت و این بچه‌ها. چیه او تختی شد؟ بابا تا دیروز رو زمین میخوابیدی. نخنی بده تو خودت رو کاه میخوابیدی. تو چرا کسافت. اینم آشپزخانه. آخ آره دیدم من عاشق این آشپزخونه‌ام. چی میگن آشپزخونه باز؟ اوپن. آره. اینا چیه؟ اینم از این جزیره هم داره. دست فقط بچه آخری به چیزی نزنی. این چیه؟ کارتون. نه نکن سعید اینا امانت آقا فرو. امانت اینا. چی گذاشتن توی یخچال؟ شما کفشتو بپوش. اوه یا بابا توی یخچال چی گذاشت؟ هندونه گذاشتم برام. بفرما. نیار بابا جان اونا رو نیار قربونی. شما اینجوری میخوری اینم با الدنگ. با دست باید بخوری. با دست نخوریم بابا. اینجا ببین چند. مجید ماما بیا بخور بازم. خوب بخور. چنگال. واو. فرخ داری میری بالا چیکار؟ یونس بگو سعید کلید اتاقا رو بیاره بالا. اون بالا چیکار میکنی فرخ؟ خب میخوام اتاقا رو ببینم. جرمه؟ بده بیاره دیگه. ما بریم دریا. دریا؟ این بار رو زمین چه وقت دریا؟ من میرم. نه به هم نمیریزی ها. مجید به هم نمیریزی ها. احترام مادر. بوده دیگه. الهی دایی. این لانک پوش رو. هر اتاق یک کلید داره ها؟ نمیدونم. وای این اتاق شبیه 1 میلیون توش. چی دایی؟ هیچ. دایی ما با ماینا داریم میریم دریا شما هم بابا بیا. من این اتاقا رو ببینم میام. باشه. قفل کن کلیدو به من ببرم. چی؟ کلیدو بده ببرم دایی. نه چیز امانت دایی باید ببرم کلیدو بده. برو بچه تو. بابا ما رفتیم شما با دایی بیا. آقا اینجا چقدر اتاق داره؟ یه طبقه است. خیلی بزرگه.
من معده چکم داره میرسه. 3 ماه دیگه هست. 82 روز دیگه بدبخت شدم. چی کار کردی؟ چی؟ هیچ. چشم هم بزنی 82 روز میرسه. بله. خب چیزی جمع کردی؟ آره یه 7-8 تومن تو این 1.5 ماه جمع کردم ولی خب کم. بچه هم مریض بشه باید همه رو بدی بره دیگه. کمرت خوبه؟ بیا که چرا نمال این دستتو به من نمال. بیا اینجا بشین یه ماساژ بدم حالت جا بیاد. میخوای ماهی بیشتر بخری؟ ماهی که خودت میدونی از 20 فروردین تا 20 مهر ماه 3 تعطیله. بله. من که گاهی اوقات قاچاق ماهی سفید میکنم که خب چقدر خیلی خوب. درست. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم دیگه. این گرش به دست خودت باز میشه. من اگه داشتم تو دریغ میکردم فرخ. به این چاوشی گفتی تا 6 ماه دیگه آمریکاست ها؟ اونور خب اینجا 7 اتاق داره. ما حداقل 5 تاشو میتونیم اجاره بدیم. یه پولی دست دست آقا. من گفتم شما منو بی خودی ماساژ میخوای منو خر کنی فرخ؟ اگه خر داری منو خر میکنی با یه ماساژ؟ آقا تو اصلا خری اگه اینجا رو اجاره تو خری که فکر میکنی من خر میشم با یه ماساژ دست وایسا میخوای لخشی؟ نه خوبه. نکن بچه‌ها میان میبینن. فکر میکنه من بچم. اجاره بده بره دیگه. اجاره چی بده؟ مال مردم. مردی به ما اعتماد کرده. چپو بابا به این شوهرت بگو یه کمک بکنه. چه کمکی؟ این چک 200 میلیونی داره اذیت میکنه. آخ ولی چند روز دیگه است؟ ببین من یعنی خونه‌ای که بعد یه عمر خریدم هنوز اتاقاشو رنگ نکردم، باید 3 ماه دیگه بدم بره. حیف نیست؟ یونس پول نداره که چجوری کمکت کنه؟ خب این اتاقای این ویلا هست، اینا رو میتونیم اجاره بدیم. هم در پول خوب میشه در آورد، هم میشه دربستی اجاره داد، هم اتاق که اینجوری مسافر راحت‌تر پیدا میشه. اتاق خونه مردم رو کرایه بدی؟ خب چی میشه؟ یعنی چی میشه؟ خب خونه مردمه. بابا چاوشی که گفته 6 ماه دیگه میاد. اگه خبردار شد؟ از کجا؟ یکی بهش بگه. کی بهش بگه؟ یکی از ما باید بگه دیگه. من که نمیگم. بابا شما رگ خواب اینو بلدین. باهاش صحبت کن، هم 200 تومن من پاس میشه، همین که شما با یه پولی میرسید. ما پول نمیخوایم، دست درد نکن. یعنی چی نمیخوایم؟ بابا ما اگه درست کار کنیم، خوب کار کنیم، شبیه 5 میلیون کاسبیم ما. 5 میلیون. چجوری؟ هر اتاق میتونیم شبیه 1 میلیون کرایه بدیم. 80 شب دیگه خودت حساب کن دیگه. پرش میشه 400 میلیون. اصلا نصفم پر کنی میشه 200 میلیون. تو اصلا مدرسه درست درس خونده بودی، الان لازم نبود من اینا رو بهت بگم دیگه. آره راست میگی. تو یکی درس خوندی عاقبت بخیر شدی، واسه کل خاندانمون بسته. خود میفهمی چی میگی؟ امکان نداره یونسی رو برای همچین کاری بره. خب تو سعید بهش بگیم میره دیگه. نه نمیره. دلش میسوزه. نمیذاره. یه چیزی میگه واسه خودت. من میرم به سعید میگم بیاد پیش تو یه جوری بهش. نه. فکر کنیم ببین چی. نه نرو. چی کار میتونم بکنم؟ بابا 3 ماه دیگه بعد از این خونه بریم. یارو هم آدمی 250 بستادم آقا گوش میکنی؟ آره گوشم با شما. 50-60 میلیون چون برای ضرر زیان کم میکنه دیگه. چه ضرر زیانی؟ چه ضرر زیانی؟ دیگه نمیدونم گچ دیوار ریخته، مسترابو پر کردین، نمیدونم هزار تا بله ضرر زیان کم میکنه، ولی من فرخ نمیتونم این کارو. بابا بفهمونه یکی به این الناس، این امانت دست من. امانت چیه بابا؟ خجالت بکش. جای این کار از نظر قانونی جرم، خیانت در امانت محسوب میشه. دیگه درسشو خونده. تو فکر می‌کنی من چیزا رو نمیفهمم؟ میدونی ولی دارم میگم پدر بابامو در میارن. اجازه سنگین دارن. میترسه شما. بیا بابا. من خودم ختم روزگارم. اصلا من موندم این چه بحثی شما داری با یه تحصیل کرده میکنی
فرخ. دایی کار مجرمانه محسوب میشه. یعنی حتی اگه همه چیزم خوب پیش بره باز بفهمن بیچارهمون میکنن. منو جرم؟ نه عمه منو جرم. دایی شما که جرم نمیکنه، قاچاق ماهی من میکنم. نمیشه. برای چی حقوق باید بخونه؟ خب مجازات سنگین داره. دو تا جنبه. یکی جنبه بارمت تو رو گفتم تو کار بزرگتر دخالت نکن. خب راست میگه دیگه. تو اگه رضایت بدی داداشم از این چه حرفی میزنی؟ من شما این خونه دست ما امانت سپرد شده. فقط چند روز اتاقا رو اجاره میدین. گوش بده تا این چکش پاس شه. بعد چیزی میمونه از این خونه؟ خونه طورش نمیشه. من خودم خونم این دسته گل به تحویل میدم. ها چی میگی؟ ها همون میری؟ دیگه نمیخوای نصیحت کنی؟ دایی به خدا این کارتون غیر قانونیه. خب بابا کی از همون در میاد؟ حالا شما فعلا بریم تو دستشویی یه جا با شلنگ خودتون رو بشورید. دستشویی حیف باشه تو خودت صبر می‌کنی بابا از همون در بیاد بعد میاد دوش میگیری؟ نه دیگه منم یه جا میرم همون. کجا می‌خوای بری همون کنی؟ یه جا از اتاقای بالا. پس ما هم میریم تو اون یکی اتاقش دوش میگیریم. فقط باید زود بیایم ما بابا نفهم. دایی ما میریم بالا همون کنیم. به بابا چیزی نگو. بیان. یونس بله داداش من گناه داره. تو این سن و سال خونش رو از دست بده چیکار باید بکنه؟ برو حوله لباس منو بیار. به قول خانداداشت برو. واسه چی نه؟ برای اینکه اینجا امانته. اینو 100 بار من به شما گفتم. برو حوله و لباس منو بیار. بچه‌ها رفتن بالا دوش بگیرن. یونس رو معطل کن با نیاد علم چنگی را بندازه. تو چته؟ ها؟ هیچ. سعید بله شامپو هست اونجا؟ آره بده نمیخوایم سرتون شستین؟ میدم. مرسی. چرا اینجا نشستی؟ پاش بیا فرخ، پاش بیا تو اتاق. پاشو اینجا نشی. داداش چشه؟ ای داداش من چیکار داری تو؟ کشتیایی نداشتش غرق شده. حالا تو این نمک بری زو زخمش. خب داداش خوبی؟ چیزی شده داداش؟ گریه کردی؟ بیشتر فکر بچه هم که خیلی نامردی. بابا چی شده دایی؟ گریه نکن فرخ. من با چاوشی صحبت میکنم. این 6 ماه منو 42 میلیون میشه. زودتر ازش میگیرم اونو میدم کار را بیفته. گریه نکن. بابا میگم چکم 200 میلیونه. 45 میلیون میخواد. 42 میلیون. 2 میلیون. حالا شاید این سری تونستی وام بگیری. یه کاریش میکنیم دیگه. بابا اگه راحت بود تو الان 100 دفعه رفته بودم گرفته بودم. من با سابکارم صحبت میکنم. اون اونجا آشنا داره میره صحبت میکنه. این سری وامتون میگیری. جلو بچه ها گریه نکن. بعد پاشو. نمیخوام بابا. تو مگه نگفتی بهش؟ گفتی. حالا این بار اصرار میکنم بهش. یعنی چرا این بچه ها نشستی اینجا لج میکنی با من؟ میگم 42 میلیون از چاوشی میگیرم کارت راه میفته دیگه. بابا اینو پول این بچه هاست. داد نزن. خیلی خوب. میخوای بذاری تو گلو من که نمیگم میخوام بدم به شما. میگم قرض میدم فعلا به شما. بعدن هر وقت داشتی شما به من برمیگردونی. آخه خب وقتی اینجا میشه تو 2 ماه 200 میلیون درآمد برای چی نکنی؟ خودش رو داره. میگم نمیشه. میگم قلب من رضا نیست. مشکل مغزی داریم عزیز من. اینجا مال ما نیست. مال مردم. مردی اینو سپرده به ما. بعد ما بیایم اتاقاشو اجاره بدیم. این آخه انسانیه. اینو اصلا از سرت بیرون کن. بچخ یه مشتمالت بدم حالت جا بیاد. بچخ. خفه شو.
داداش نرو کجا میری؟ فرخ قربونت برم نرو یه دقیقه وایسا کار دارم نرو یه دقیقه بابا قرصای این دو قطبی رو به موقع بدین بهش همینو میخواسته شما فکر میکنید من نگران فرخ نیستم؟ بابا به خدا نمیذارم کسی بفهمه، بهت قول میدم. اصلا کسی نفهمه. قول من چی میشه؟ امانتداری من چی میشه؟ حرفی میزنی شما. اصلا انگار هیچ کدوم منو نمیشناسی. خدا دایی فرخ گناه داره. آخه دیگه نمیتونه خونه بخره. یونس تو عصبی نشو. خب نگرانم نباش. ما همه هوش و حواسمون رو میذاریم هیچکی نفهمه. الله اکبر. ساناز بابا دخترم مگه شما درسشو نخوندی؟ مگه شما تحصیلاتشو نکردی؟ مگه نگفتی جرمه؟ مگه نگفتی قانونی نیست؟ شما بیا بگو بهشون بابا. کجا میری بابا؟ اینا متوجه نمیشن. بیا شما بگو که نمیشه. من برم با این دختر صحبت کنم. یونس ساناز. یونس آخه من دارم با تو حرف میزنم. خب ساناز بابا. ای بابا. شما دوتا برای چی دنبال من پا میشین میانی هرچه من میرم؟ فضولا برو اونور ببینم. ساناز عزیزم من که میدونم تو دایی تو قشنگ بنز بابا دوست داری. ماما من هر چی میگم به خاطر تو باباست. حرفایی میزنی ها. الان شما به من بگو من چی کار کنم. هر کاری شما بگی من میکنم. من چه میدونم بابا؟ کجا؟ یونس کجا میری؟ ببینم من مگه با این دختر حرف نمیزنم. کاریش ندارم میخوام باش حرف بزنم. چی شد؟ ساناز ماما خوبی؟ چی شد؟ خوبی ماما؟ چی شد مهناز؟ چی شد مهناز؟ مامان چی شدی؟ ها؟ چی شده؟ خب چی شده؟ بشی ماما. برو یه لیوان آب بیار. شربت میخوره. آخه به آدم مریض شربت میدن. برو ساناز صدا بزن. مهناز گوش بده ببینم چی شده؟ چی شده ماما؟ بگو مهناز چی شده؟ این ساناز کجاست؟ ساناز بابا. ساناز بابا یه زنگ بزنید آمبولانس بیاد. مهناز بلندش کنی فعلا. یواش بلندش کن. این نتیجه کارات دیگه. بلندش کنی. سوارا بیارم. بیار کنار. ماما دستم نه بردار اون چمدونو. یواش چمدونو بردار دیگه. آروم بخواب مامان جان قربونت برم مامان حرف بزن مامان. یکم به صورتت بده یکم بخوره. بریم دکتر. بریم دکتر. مامان دورت بگیرم. چی شده؟ خدا حرف بزن مامان. خوبم پسرم خوبم. مامان جان بیا بالش بذار زیر سرت. بذار اینجا. ساناز بابا چجور حالش؟ بهتره سعید بابا بلند شو رو دایی تو خبر کن. بگو بیاد هر کاری دوست داره با این ویلا بکنه. بلند شو بابا. بشکن بیا دایی استخر رو چرا نوشتی اینجا؟ بابا از همین استخر راحت شبیه 1 تومن در بابا زیر بار استخر نمیره ها. ببینه نوشتیم دیگه چی نمیگه. آره بابا. بعدم شب 1 میلیون از استخر چجوری؟ بزرگا 250 بچه‌ها 100 تومن دیگه. روزی 5-6 نفر میان دیگه. مردم اصلا میان شمال برن دریا نمیرن استخر که. خیلی هم میرن استخر. همه که دریا نمیرن. به نظر من که حذفش کنین. نه. چون بابا قبول نمیکنه. بعدم تابستون داره تموم میشه اصلا. شما چجوری میخواید 230 میلیون تو این زمان کوتاه در بیاری از آقا استخر؟ مگه 5 تا اتاق نیست؟ 5 تا اتاق شب 1 میلیون میشه چقدر؟ 5 میلیون. 10 شبش چقدر میشه خانم؟ میشه 50 میلیون. 40 شبش چقدر میشه؟ 200. خب این 200 میلیون با مخلفاتش هم همین استخر و سونا و جکوزی و بیلیارد و اینا دیگه اون 40 میلیون بقیه‌اش هم در میاد. یه چیزی هم به خدا برای خودمون اتاقی شب 1 میلیون؟ آره. خیلی گرونه.
قیمتش همینه. آره نه گرونه میدن بابا. تو توی یه ماهونی فوقش بتونی 30-40 میلیون در بره. چه خبره شبیه 1 میلیون؟ بابا میام، نگران نباش. اینو بزن. دایی چاوشی شکایت کنه بابا گیر میافته. چاوشی از کجا میخواد بفهم؟ بعد شانسی اتفاق. آره میدونم خطرناکه ولی دیگه 1000 بار که نمیگن. ما مجبوریم این کارو بکنیم. من اگه نتونم تا 81 روز دیگه پول این بابا رو بدم داداش تو رو خدا ای بابا به خاک سیاه میشینم بدبخت میشم عزیزم. ببین تو اگه وایسا تو یه ماه و نیمت بشه 40 روز نمیدونم 50 روز 60 روز 70 روز اشکال نداره. این 1 میلیون رو بیار پایین خیلی گرون داره. خب چقدر بده؟ دایی لو بریم بابا بین 3 ماه تا 1 سال و نیم میفته حبسا. آقا من گردن میگیرم هر چی شد گردن قانون بابا رو مقصر میدونه دیگه. شما میشه شریک جو. بره دیگه. فوقش یکم فقط حبست کمتره. اینقدر نفوذ بد نزن دیگه. دزدی که نمی‌کنیم که. کسی نمیفهمه طوری نمیشه. من نمیدونم. شبیه چقدر بنویسیم؟ اصلا قیمت بزنه؟ بابا جان شبیه 700 تومن کافیه. 700 خوبه. داره رضایت میده. بله. برای اینکه نگران شماست. دلواپس زن و بچته. خوب شدین؟ عالیه عالی. در خدمت. آقا بیلا چند؟ ببخشید شبیه 700 اتاقی 700 اتاقی 700 تومن؟ من این مسافرخونه است اتاق اجاره میدین؟ اتاقاش تمیزه بیان تشریف بیارین برو با گم شه. سلام آقا در خدمتم. ویلاتون کجاست؟ همینه. شب چند؟ اتاقی 700. سلام. اتاق چه میگی؟ بله. چرا انقدر گرونه قربان؟ گرون نیست، تمیزه. آقا واقعا استخ داره. بله. واقعا استخ. بله اون ورترش هم دریاست. میخواین داخل ببینید؟ نمیدونم بریم ببینیم. آره بیان ببینید. بیا. دنبال من بیا. اون اتاقم ببینی؟ چطوره؟ خوب بود حالا اینم ببینید. اتاقا همه خوبن. خوبیش اینه که نزدیک اونه اگه کاری هم داشتین. اسپلیت هم داره. این تخته یه نفر هستن؟ ما رو این 3 نفرم میخوابیم. مخصوص اشاق جوونه دیگه. چند روز اینجا میمونه؟ 3-4 روزی هستیم. والا ما با این اخلاقی که شما دارین یه هفته میمونیم. آقا خوبه؟ حسن دیدین؟ خوبه ولی یک بیشتر نمیدونم. 2 تا اتاق کمه؟ تخت نداره دیگه. آقا عرض 140 قشنگ 2 نفر روش میخوابن. خب همین دیگه اینجوری باید که رو زمین بخوابه که. نم تو. تو رو زمین میخوابی. آقا اصلا شناسنامه‌هاتون رو بدید. آقا جا گذاشته. بده دیگه نسبتتون با هم چیه؟ خانواده. چرا اینقدر کمش کن. کمش. 1,200 تاش 1,200 خوبه معلومه همه چی ها. خب حالا به وقت چراغا خاموش میکنیم دیگه چرا بهونه میاری؟ چیکار کنیم آقا؟ بده کات بده. حله دمت گرم. گوشی تو ماشینه. بیا. یه مسئله دار بیا. نمیذارم واسه چومی. خوب بود؟ اینا حسابی زنزلیلن ها. رفتن بارا رو بیارن. کی میخواین ازدواج کنی؟ حالا ازدواج میکنیم. اصلا هر وقت شما بگی. من کی میگم الان؟ تحکیم خانواده و من با ایزه برم پایین ببخش. بزنم. تمام. موندنی شدن؟ 3,600 باید بریزم به حساب. چند شب؟
3 شب دیگه میشه شبی 600. خوبه دیگه. دایی مطمئنی اینا زن و شوهرن؟ اگه نباشن بابا قبول نمیکنه. برو بابا. بزمون. به مامانیت میگیم بهش بگه شناسنامه هاشونو دیگه. دیگه چی؟ دیگه. این درست نشد؟ داره درست میشه. اینو ریخت. چه زود ریختن. مبارکت باشه. خب اینو همینجا بذاریم خوشه. خوش. بابا بهتون گیر میده ها. گوه میخوره. خیلی خوشگله. ویلاگردیتون تموم شد؟ آره انقدر بزرگه من پلام تموم شد. خیلی خوشگله. خیلی خوشمزه شد. دست در نکنه. نوش جون دیگه ببخشید دیگه هر چه تو خونه داشتم یعنی دست در نکن. نوش جونتون. ولی اینجا خیلی خوشگله. خوبه. ولش کنی میرقصه بیایی. خدا تو رو نکشه. 6 ماه شما اینجا ما شما؟ نه 6 ماه که فکر نکنم. چرا دیگه؟ فرخ گفت 6 ماه میره چاوشی. خودی میزنه به خودی و همه تو کفه استوری میبندم خودم میبندم. سلام بابا. خوبی؟ اینا کیان؟ مسافرن دیگه. زنوشینن؟ نه جنبه. آقا کی اینا رو معرفی کرد؟ دایی فرخ. کسی دیگه هم تو ویلا هست؟ نه. هر کسی رو نامیدی تو؟ سلام بابا. سلام. یونس کاهو. سخت رو دیگه چی کار داشتی؟ برای پول دیگه. پول. پس حیثیت و آبروی من چی میشه فرخ؟ حیثیتم با پول میشه خرید. مال عفشی فرخ که داری آبروی منو میبری. بابا عجب آبی شده. حیف نریز اون آب کثیف روی من. قربونت برم فردا میریم تو همین آب کثیف حال میکنیم با بچه‌ها. ملافا رو برای چی رو وسایل برداشتی؟ آقا اینا رو اگه بر نمی‌داشتیم اصلا نمیپسندیدن اینجا رو. این انبار شده بود. اینا رو برای چی شناسنامه‌شون ندیدیم فرستادیم بالا؟ شناسنامه مسافرا رو. آقا معنات بگو شناسنامه ها رو دیدیم دیگه. شما شناسنامه رو بدی بابا. بله بعد من. دیدی بدی؟ بخور بابا اصلا نمیخورم. بخور. یعنی من آدم نبودم که به من این استخر رو خبر بدید؟ ها؟ خوبه این تختا رو بردین اون اتاق، دستتون درد نکن. زن من هر چی بگه من اونو قبول میکنم. یونس من ندیدم. دست این راستگویی تو ریبونه. تو ندی بوتی من بعدی من؟ نه. تو ندی برای چی دروغ بوتی؟ آقا من بهش تو غلط کردی. من هیچی به اینا نمیگم. من میخوام این 200 میلیون زودتر تموم شه این هتل رو تعطیل کنیم. شما هم از دست من خلاص شید. داداش بیا برو بولنبر. بیا ببین فیلمشه. آقا دلت به خدا از سنگه. هر کاری دوست داری بکن. برو مرموز. برو. دایی وایسا کلات. داداش نرو. دادا فرخ نرو دیگه. الان کجا میری؟ اون وقت راستگویی بود. الان این 4 تا جوون میان میخواد بپرسه کی زنه کی شوهر کی آبرو. حالا من وایسام جواب بدم. آره دیگه کار خودته دیگه. بابا این اصلا معلوم با زندگی مردم چیکار داره. خیلی خوب الان نرو الان وایسا شام بخور بعد. کوتا شام چی میخوای درست کنی؟ دمی کجا؟ نه هر چی تو بخوای درست میکنم. نرو بده من با این شوهرت با این بابات. شما که دیدی اینا زن و شوهر نیستن برای چی گذاشتی بیان اینجا؟ چون این چیزا اصلا واسه من مهم نیست. به چه ربطی به ما داره آخه؟ ببین راست میگه فرخ. بذار زودتر این پول جور شه تموم شه بره.
اگه یه آشنایی کسی ببینه به گوش چاووش برسونه حرفای خود منو داری به خود من شما تحویل میدی خانم. اینا رو که من خودم به شما گفتم. ساناز بابا اینا کی برمیگردن اینجا؟ نمیدونم. سعید جانم بابا جانم. از این به بعد هر زن و مردی، دختر، پسر، جوون، نوجوون، پیر، از کار افتاده، سرقال، شناسنامه‌شو میبینید محرم نبودن پاشونو تو این ویلا نمیذارن. حالیت شد؟ برو به اون داییتم بگو. چشم بابا عزیز. خودو ببینم. اینجا رو با جای دیگه اشتباه گرفتن. خب فهمیدم. شما بگیم باشه ولی کار خودتونو بکنید. آها باشه خداحافظ. یونس بله پاشو برو بگی بخواب. خانم من تا شناسنامه اینا رو نبینم نمیخوابم. شما برو بخواب. نه منم نمیخوابم، منم هستم. تو مره چی کارا داری؟ من تو رو کاری ندارم. نمیخوام نصف شب این 4 تا جوون رو زابرا کنی. پس اینا زن و شوهر نیه. من نمیدونم. اینا زن و شوهر نیه. گفتم من ندیدم. شایدم باشه. شایدم زن روشن نکنم. شناسنامه اینا رو نبینم خانم نمیخوابم. شما برو بگیر بخواب. منم نمیخوابم. منم همینجا میمونم. چی کارا داری؟ من با تو کاری ندارم. من اینجا نشستم. الله اکبر. کسی دست به اون نزنه خودم درو باز میکنم. دست نزنید. کسی به اون دست نزنه. بفرما. خودشونه؟ بله. این نیمچه مردی که من به نمی بگیر نیه. یعنی چی؟ برای چی ببینم بساط شامتون رو جمع کنیم برید تو اتاق ببینم. برای چی؟ ریکاکو نمیشنوید من چی میگم بساط شامتون رو برداریم برید تو اتاق بخوریم. آقا جان میدونم دارین شام میخوریم. برین این دفعه تو اتاق شام بخوریم. من میخوام بابا جان اینا دارم میان میخوام باهاشون صحبت کنم. مثل آدمواری نبونه. شما همراه حرف بزنید. بلند شو ببینم. حرف میزنم. برو بای. بابا به ما چه توی اینا بابا جان تو کار بزرگتر دخالت نکن. شما چه میفهمید؟ بیا برو بتمرد اینجا تو اتاق شام تو بخیر. بشین ببینم. تو زندگی مردم سرک بشینم اینجا بتق. سلام. خوب هستی؟ خوبه. ببخشید. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. یه لحظه ببخشید آقا. یه لحظه شما تشریف بیارید. حال شما چطور؟ میشه؟ شما اگر میشه شناسنامه‌تون رو به ما بدین ما تا صبح نگه داریم. شناسنامه چی؟ کار دیگه یه وقتی پلیسی بیاد بخواد نگاه کنه ببینه کی هست کی نیست. آقا تو ملک شخصی پلیس واسه چی؟ آقا برای چی میخندید؟ عزیز من حتما پیش اومده که من دارم به شما میگم. برای همسایه‌ها پیش اومده. احتمال داره بیان. بفرمایید شناسنامه. آقا اگه از ما شناسنامه میخوای که بدونیم ما زن و شوهریم. ما زن و شوهر نیستیم. ولی که به ما پیله نکن. بسیار خوب. پس نمیتونید اینجا بمونید. بفرمایید برید بیرون. درو باز کنید. بفرمایید عزیز من. الان این موقع شب کجا رو بریم اجاره کنیم؟ بعدم در هر صورت ما باید بریم یه ملک شخصی رو اجاره کنیم. عزیز من شما ما رو مثل بچه‌های خودت بدون. خانم شما یه چیزی تو رو خدا بهشون درو باز کنید. بفرمایید بیرون. بچه‌های من از این کارا نمیکنن. شما به هم حرومید. اصلا اینجا رو با جای دیگه اشتباه گرفتید. درو باز کنید بریم بیرون. بفرمایید. ما الان پولو زدیم به کارت رفیقت. اصلا بحث من پول نیست. ما پول شما رو به شما برمیگردونیم. پولتون رو به رخ من میکشید. بنده پرخاشی به شما نه. بلکن آقا درو باز کنیم برم بیرون. بفرمایید. از اول بهمون اتاق نمیدادین دیگه. نه اینکه این وقت شب بهمون بگیم بریم. ما الان کجا بریم آخه؟ من نمیدونم دخترم شما کجا باید بریم ولی اینجا یعنی چی نمیدونم کجا بریم؟ ما بعد الان بریم تا صبح تو ماشین بخوابیم. شما راضی میشین؟ شما چرا انقدر شکاکین آقا؟ ما دوستیم دیگه. دوستیم هم حدی داره. خانم شما تقریبا همسن سال مایی. شما یه چیزی به این پدر سختگیرت بگو. بابا جان کوتاه بیا. خستن. بذار برام بگیرن بخوام. راست میگه دیگه. دخترم شما چرا حرفتو عوض میکنی؟ شما میگفتی که برید تو شامتون رو بخورین. شما میگفتی غیر قانونی زندان داره. الان حرفتو داری عوض میکنی. یونس جان بیا برو بگی بخواب. نه الانم پشت توه. الان حرف درست داره میزنه. ما سوا میخوابیم. مثلا اتاقمون یکی نیست. آقا ما دوتا خیلی بی خطریم. بعد اصلا این دوتا خوشمون نمیاد. بفرما. جوان رو پیشونی من چیزی نوشته نیشت همش بازه؟ پاک منزه ظاهر و سلام. خانم شما خرابش نکن دیگه. میگه بی خطری. چیو خرابش نکنن؟ دوستیشونه؟ خب چطور میگم شامتو بخور دیگه. آقا راست میگه دیگه. اتاقمون هم سواست. سوا قول میدیم بهتون. بسیار خوب. پس من در اتاقاشونه قفل میزنم. الان باید زور بالا سرمون باشه که دست از پا خطا نکنیم. آقا حالا شوخی نکن. بتونیم امشب اونجا بمونین دیگه. دختری اتاق باشن پسری اتاق حله. بله دخترکان توی اتاق پسرا توی اتاق. بله. شب بخیر. لطف کردی. شب بخیر. خب پس اول شاممون رو میخوریم بعد میریم تو اتاق زنونه مردونمون دیگه. بفرمایید. بله خیلی ممنون. مرسی. مامان بابا کمی حالش خوب نیست. آره خوب نیست. حالا برو بخواب.
لباس چرا عوض میکنی؟ عرق کرده کثیف شده. خب ولش کن فردا لباس تمیز بپوش. یونس الان بگی بخواب. دشت کاری دلونه دخالت ها کنی؟ بیا قرص تو بخور. ساناز بیا بابا بیا. الان چرا پشتتو به من میکنی؟ ببینم دهن تو وا کن. ببینم ده قشنگ. شامتون تموم نشد؟ درسته که نمیره پایین، باید بجوام دیگه که بره پایین. بسیار خب بریم بجوین زودتر بریم اتاقاتون. بفهم من شام خوردم. خیلی ممنونم. بفهم. نه من شام میگم شام خوردم. خیلی ریکا میگم شام خوردم من. زودتر بجویید که حیا رو دیگه دارید خورد میدید. بفرمایید آرومتر. بفرمایید. شناسنامه خب حساسه دیگه. باشه بخواب. نه بخواب. خدا چی میگفت؟ گیر داده شناسنامه ها دیگه. یونس تو بره. نمیدونی چه ویلایی بود. سونا استخ وای 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 عالی بود. بابا پس کی ما رو میبری استخ؟ میبرم. کی؟ اینجا زنونه مردونه است. یه تایم زنا بود. علی جون پاشو بخور دیگه قربون تو برم. بخور دیگه. نون پنیر نمیخورم. چی میخوری؟ ما ماکارونی دوست دارم. چرا ماکارونی براش درست نکردی؟ خب نشد دیگه. تو گرفتی؟ بابا بیا یه لقمه بزن. یه لقمه بخور. خوش بزن. قربونت برم. بخور حالا. مرسی. اما یونس اینجا چیکار می‌کنی نصف شبی؟ خوابم نمیاد بابا جان. اشکال نداشت که شارژر بهش دادم. نه در حد شارژر اشکالی نداره. برو بخواب پیرمرد، از ما دیگه گذشته. من اول خوابم نمیاد اینجا میشینم خلوت میکنم. سلام دایی. 2 تا اتاق رفت. باریکلا به شما دوتا. چند روز میمونن؟ گفتن 3 روز. این بالایی هنوز خالیه؟ آره دیگه. پس برو باش. بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. فقط کفشتون رو لطفاً ببرید. کفشت خوش آمدید. خوش آمدید. آقا افتادی تو زحمت. خیلی شرمندم من. دشمن شرمنده. خدمتم در میام. دیگه همجور. آقا خدمت شما. آقا خیلی ممنون. قربان شما. اینم خدمت شما. برای چی آقا؟ انعام نه نیازی نیست آقا، وظیفه‌مو انجام دادم. خواستم کمکتون کنم. نه نیازی نیست آقا، اصلا من نمیگیرم. نه دایی من نمیگیرم. بگیر زحمت کشیدی. چی میگی دایی میگن ببخشید. آقا شما باید صحبت کنیم. مبلغش دیگه. مبلغش زودتر پرداخت بشه. الان بذار ما برسیم عزیزم. در نرفتیم تو مبلغو بدیم. برای امشب 1,400 لطف کنیم بریزیم. چه اجازه بدیم. تخفیف هم نمیدیم به ما. آقا ما ماشینا رو دیدیم گفتیم 3 تا اتاقو میگیریم خلاص دیگه. بگونیم ما اونم چجوری خریدیم قربونت برم. خسیس بازی دیگه. نوش جونتون. بفرمایید. بفرمایید. خدا زیاد کن. خدمتشم اجازه بده. فکر نکنی البته ما خرافاتیم. نه بابا شما متمدن و بس شما هم درد نکنه. بفرمایید.
بفهم نگاه نکن دیگه. چرا اون دختر نگاه میکنی؟ برو. آقا سلام عزیز، خوب هستی؟ شبتون بخیر. قربون شما. ببخشید بعد موقع مزاحم. خواهش میکنم در خدمتم. آقا شام خوب ما کجا بریم بزنیم؟ برنجی میخوای یا فست فود؟ کت کباب دیگه. آره این همین از در ویلا که میری بیرون 5 دقیقه راست دماغتو مستقیم بگیر برو بالا، همین لاین خودمون دست راست کت کبابی آره. آقا دمت قربان شما، شبتون بخیر. خدا نگهدار. قربون شما. مخلص. چی کار داشتم؟ آدرس رستوران میخواست. این چند سالشه؟ سندار بود 35 سال خوب داشت. این صداش 21-2 سال بیشتر. حالا هر بابا این دوباره شروع کرد. آقا یه لحظه اجازه بدید. آقا تشریف بیارین یه لحظه. یونس شناسنامه‌تون رو میتونم من ببینم؟ یونس یه لحظه اجازه بدید. شناسنامه‌تون رو بدید. یه وقت مأموری میاد ما میزبانیم باید بهشون میان میبینن عزیز من برای همسایه‌ها پیش اومده. فردا من به شما تحویل میدم مثلا اتفاق خاصی تا همینجا بیشتر نیانا. آقا فاروق یه لحظه اجازه. شما یه لحظه اجازه. اصلا شما زن و شوهرید؟ ما خیلی وقت با هم دوستیم. 2 ماه دیگه عروسی می‌کنیم. 2 ماه دیگه می اومدید سفر. آقا چه ربطی داره؟ خب الان میگه چیکار کنی؟ شناسنامه‌تون رو میدین من میبینم. زن و شوهر بودین تشریف بیارین قدمتون رو چک خیلی خوب. پولمون رو بده زودتر گورمون رو گم کنیم. خراب شده. الان براتون کارت به کارت میکنم. همین که یه لحظه اجازه. آقا ولکن آقا. من چی آخر مصابه. شب تو سازگار چفت ما رو بندازه بیرون. یعنی ساکت شو. ای بابا یکی مگه مسخره بازیه؟ بابا ول کن دیگه. چه سیریشی هستی تو؟ آقا گناه داره اون شوهر بدبختت. بابا نمیذاری بخوابیم بشینیم دیوونمون کردی. ما مگه زن و شوهر نیستیم باید از اینجا برید بیرون وگرنه اینو با خفت میندازن. خانم این چه حرفیه؟ تو ربطی نداره ما زن و شوهریم یا نه؟ آکله آکله جد آبادته. جد آباده نرو. نیا پایین آقا. ما مسافریم اومدیم یه دو شب مسافر نمیشه. بفرم. اصلا فدات شم. آقا نرو دیگه اینجا خانواده هست. نه خیلی مؤدب. من میگم خیلی راحت باشی. نرو. ببین خوشگل داشتم. چنان این زنه تو بگو مؤدب باشه. چنان میزنم اینجا دیوونه بازی نداریم اینجا. من قرص میخورم عصبی نکن. آقا کی به تو گفت بزنی؟ آقا من میگم این آشغالا رو باشن را نگیر دیگه. آقا شما خب جوونه بگیری عزیز من. هزار بار میگم بابا این آشغالا رو اینجا شما آشغال جد آباده. بیست آقابون بزنین بکشینم. بفرما چیکار میکنی دیوونه؟ چاقو منو چیامون یا بدون چاقو که دعوا نمیشه. بزنین هم دیگه. کی بود؟ همین 4 تا مسافر است. اون کارات چیه میکنی آخه؟ چرا چاقو میدی دست مردم؟ نامزد من اصلا با شما نبوده که. خانم تو غلط میکنه این حرفا رو به من میزنه. میخوای بری تو اتاق؟ یونس سلام. برو بفرم. سلام. یونس جان برو دیگه. یونس میخوای بریم تو اتاق ها؟ یونس چته تو؟ مهناز من رفت. داداش یه دقیقه وایس. میرم حوصله. دایی جان فرخ دایی جان عزیز جان فدای تو. الان تو کجا داری میری تو؟ حوصله ندارم دیگه. نمیبینی حالش خوش نیست؟ بابا نمیخوام برم. میخوام وایسم یه کم هرسش بدم از چه کاری آخه دایی؟ مریضی تو؟ آره مریضم. 3 قطبی‌ام. چجوری اون 2 قطبیه قبول میکنی؟ منم 3 قطبیه. جانم
شما هم میتونید امشب اینجا بمونید، مشکلی نداره. واقعا؟ بله. فقط شما بیان بریم پیش دختر من بخوابید، شما تو اتاق خودتون بخوابید. بفرمایید. یعنی چی کجا برام؟ بفرمایید. دیر وقتم از تا مغازه ها نبستن، برین شامتون رو بخورین برگردین. بفرمایید. دستتون درد نکنه. محبت کردین واقعا. بیرون هم اگه چیزی نیاز بود همه چی هست، فقط زودتر برگردید. چشم بیا. بفرمایید. ببخشید باجس. یا الله. شرتون کم. شما آقا ببندین خانم توی شهر بخوابه. چی شد؟ گفتم برن شام بخورم، فعلا امشب و اینجا بمونن. خطبه‌شون خوندی؟ چقدر قصه. ما امشب شامتون رو بخوریم، فردا بارو بندیلتون رو جمع کنید از اینجا برید. غذا شد شما عزیز من اصلا ربطی به قضا نداره، نمیبینی چه شری شده. میگم شما جمع کنید برید. دعوت شده الان قند دکتر اصلا ربطی به این تعارف نکن. بپرم دوش دارم به زبون خوش شما میگم، فردا بارو بندیلتون رو جمع میکنید از اینجا. شما با من شما با این شده کولتونم از اینجا. هرچی من انسانیت میکنم، هرچی آقایی میکنم. برو بفرما. ببر بابا رو پایین. برید شما برین بخوابید. برین راحت بگیرین بخوابید. آقا یه پر از اون پیتزا به ما بده. یه پر پیتزا بدید آقا. چی میگیرشون؟ درست میشه، نگران نباش. ما پول 3 شب بدیم و میمونیم. پیچیده. آقا جون خیالتون راحت دیگه، چیزی نمیشه. باش شما هستی. خیالت راحت. سردم شده. خوبه؟ نه. خوبه. بخوابین راحت بخوابین. خیلی ممنون. مخلصم. برین بخوابین دیگه. سلام خانم. سلام. خوبی؟ در خدمتم. اتاق میخوان؟ بله. جانم بفرمایید. کجاست؟ همینجاست، ویلامون همینجاست. اینجا رو میگی؟ بله. شبی چنده؟ شبی 700 تومن. 700 تومن؟ لاکچری عزیز، اوکازیونه، سفیلیمه، خیالت راحت. بیا تو رو ببین، بیشتر هم شما میدی. بریم ببینم تو این طبقه یعنی همه اتاقا پره؟ بله خانم. یعنی 4 تا اتاق داره، 4 تاش هم پره؟ شما از کجا میدونی 4 تا اتاق داره آبجی؟ بده من میارم فدایت. آقا میگم امروز استخر میشه رفت؟ امروز خیلی شلوغه. بله. استخر کلور داره، آبش تمیزه؟ بله پاک تمیز تصفیه شده، مثل اشک چشه بلبل خانم. خیالتون راحت. بفرمایید. خواهش میکنم. امشب 3 نفری توی اتاقی ما. آره میدونم، به این پسره گفتم برامون تشک و اینا بیار، من زمین میخوام. باش. سلام. یه ذره آب جوش به ما میدی؟ بله. مرسی. چای داریم ما، چای تازه دم. چای بریز بچه‌ها. چای می‌خواید؟ مرسی. سلام. خوب هستی؟ بله. ببخشید من اسم شما رو نمیدونم. من مهنازم. منم آذرنوشم. خیلی خوشبختم. منم همینطور. چه کدبانویی هستی؟ آشپزخونه خیلی تمیز، مرتب. خیلی ممنون، متشکرم. ما داریم میریم لب آب، تشریف بیارین بابا بیاین. خیلی ممنونم، بفرمایید. خوش بگذره بهتون. بریم یه چای میخوریم برمیگردیم، خوش میگذره. باشه. بذار مانتو بپوشم. چشم. بفرمایید. دست شما در ببخشید. بفرمایید. ممنونم. زحمت بفرمایید. دست شما در بنده. من بفرمایید. قند نمیخورم. مرسی. خیلی ممنونم. شما دانشگاه میرین؟ بله حقوق میخونم. ارشدم سال آخر. شما هم دانشگاه میرین؟ من لیسانس شیمی دارم. این ویلا مال خودتونه؟ نه. داستان داره حالا. جالبه. نریز خیلی جلو ها، اونجا یه ذره چاله. نه اون شناگر خوبیه، حواسش هست، از بچگی شنا میکرد. دوست داریم بریم تو؟ من باید برم خونه یا سر آشپزی اینا کنم. شما بفرمایید اگه میخواید. شما راحت باشید. آبرومون میره. بگی بغل دوباره بیا. مامان چرا دست از این خلق زشتت بر نمیداری؟ بگیر. آخه به چه درد ما میخوره؟ بردار. خفه شو. هیچی هم نکن. همینجور نگرد.
چیکار میکنی؟ کجا جا بدی؟ چی نپرسی چی هم نکن الان تمام میشه بس دیگه بیا بریم برو آقا فرخ یه لحظه بیاین بالا. سریع چی شده؟ شما بیاین بالا. وایسا فرخ بذار فکر کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. آقای داور داداش به من آقای داور جانم بفهم. ببخشید من میشه بیام داخل. چی شده بود؟ شیفاتون اگه اشکال نداشته باشه بگردیم. چیزی نیست مال همه رو گردیم. قرار داریم ما. نه یه سری وسایل گم شده می‌خواستم. آقا اینا وسایل شخصی من نمیتونم شاید اشتباهاً تو کیف شما باشه. اصلا کار اخلاقی بیا نیست. بگرد. من نمیتونم آقا ما مسافریم. آقای ببینید من اینا رو 3-4 ساعت فقط جمعشون کردم تو دوباره میبندی. بفرمایید. آقا فرخ اجازه بده. فریدون چرا چیزی نمیگی؟ بفرما. آقا چی؟ این وسیله شخصیتونه خانم. آقا ببینید این چیه؟ این چه کاریه واقعا؟ ای وای. اینا چیه؟ گلدونم باید باشه ها؟ گلدون. مهناز خانم اینا چیه؟ ببین گلدونای آنتیک این خونه. آرشون هم بذار بالا. تو اون دیگه چیزی نیست. لطفاً اجازه بده خانم. چرا اجازه بده. ساعت عتیقمون هم نیست. سعید بابا رو از حیاط جلو دریا بیار طبقه دوم. زودا زن این آقا فریدون دزدی کرده الان هممون تو اتاقشیم. بدو چی شده؟ زن این آقا فریدون دزدی کرده. دزدی کرده؟ من امیدوارم تا میرسیم تهران ماشینمون بیفته ته در هر ستایمون بمیریم راهش. حرفی داری میذاری آقا شما ببخشید فقط خجالت. تقصیر اینا نیست تقصیر منه که دورمو نخوردم. ببخشید آقا ببخشید. چی شد؟ دست خودش نیست. مریضه. فکر کنم این خانم مریضه. نه بابا ساده نباشیم. کلکشه. نه خانم واقعا حالش خوب نیست. نه بابا کلکشونه. من میدونم. بله. تقصیر منه. چی من؟ بلندتر. داستانش زیاده آقا. سلام علیکم. یا الله سلام بابا چی شده؟ سلام علیکم. این خانم یه سری از وسایل ویلا رو برداشته بود. پس گرفتیم ولی نگران نباش. اینا رو هم برداشته بوده. بله بفرمایید تو آقا. دیگه چی برداشتن منو بابا دیگه چی برداشتن؟ ساعت. ساعت هم برداشتن. همه رو گرفتیم بابا. بله گرفتیم. این ساعت عتیقه است آقا. دیگه چی بره؟ همه رو فرخ. همه رو گرفتین ازش. بله. آخه شما خجالت نمیکشی. شما حیا نمیکنی. شما چی کار داشتی با زندگی ما میکردی؟ من باید صحبت کردم. من چی کارم؟ هر روز برای من یه بساطی من گرفته بودی. وایسی کاری باش ندارم. ما این مچ شان همین دختر اگه چیز دیگه ای هست برگردونیم ما. اینا مال ما نیست. ما هم اینجا وام داریم امانت داریم. آقا تو رو خدا بس کنید دیگه. من حالم خوب نیست. همش تقصیر من بود. ببخشید. خانم چرا اینقدر داری گریه می‌کنی؟ بس دیگه تمام شد رفت. آقا یونس شما بیخیال شو دیگه همه چیزم که پس دادم ولشون کن. نکن داداش نکن. فرخ زنگ بزن به پلیس خودشون بیان تکلیف این موضوع رو روشن کنن. بله پلیس بیاد. پلیس شما زنگ بزن. آقا راست میگه دیگه چرا مماشات میکنی؟ پلیس میاد خیالمون راحت. تو کار مامان قشنگ بزن جاش اینجا ولش کن. نه من میگم که پلیس اصلا دیگه لازم نیست زنگ بزنی. خب نه برو شما زنگ بزن به پلیس حرف منو گوش بده. برو. تو رو خدا به پلیس زنگ نزنی. خانم من به خاطر مشکل روحی که داره بعضی وقتا دزدی میکنه. امروز هم از اون روزایی بود که شیطون رفت تو جلدش. دایی منم بودم اینو میدزدیدمش. خیلی خفنا. این چیه؟ یعنی شما به خاطر مریضی خانومتون هر جا میری یه چیزی برمی‌دارین؟ در نمیدارن که بابا شما که تمام چمدون منو ریختین بیرون نگاه کردین. منم به خدا ازش خواهش کردم دست به چیزی نزنه چیزی ندزده ولی چه خاکی تو سرم بریزم. بیماره. برو فرخ برو تو ماشین اینا رو هم نگاه کن ببین چیزی تو ماشین نذاشته باشن. بریم ماشین رو بگردیم.
آبروی منو نبرید. من یه کارمندم. زنم مریضه، چیکار کنم؟ دخترم به خاطر کارهای مادرش ممکنه خودکشی کنه. من وضع مالیم خوبه. به خدا، به پیر، به پیغمبر متوجه نیست چی کار میکنه زنم. مریضه آقا، مریض. آدم مریضه واسه چی آوردین اینجا شما؟ آقا آدم مریض بردار دکتر دیگه. زر نزن بابا زن. آقای یونس من به احترام شما چی نمیگم به شما هم تو همه چی باید دخالت کنی. الان اینکه اصلا به شما ربطی نداره این موضوع. آقا یونس ببخشید من معذرت میخوام، باور کنید دست خودم نیست. بسیار خوب، بفرمایید. سعید بابا ساکاشون هم بذار جلوی دم. بفرمایید. آقا واقعا بخشیدین. خدا خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. به سلامت. بفرمایید. خیلی ممنونم. سلام. چند جان دایی جان یه گروه فیلم برداری اومدن ویلا رو اجاره کنن. میگم یه گروه فیلم برداری اومدن ویلا رو اجاره کنن. چند نفرن؟ یه 5-6 نفری هستن دایی. آره. کارگردانشون هم یه پیرمرد سال خورده قد بلند. معروف هم توشون هم؟ من نشناختمشون دایی حقیقتا. چقدر درازه واقعا. اون خانومه کیه؟ سلام عرض. سلام. خوب هستی؟ بفهم. سلام علیکم. کفشا رو نه. آره. مرسی دست شما. ببخش. آقا اونجا خانواده است، ببخشید نرید. بالا میتونی بریم؟ بفهم. اون پایین استخر. بله. ببخشید میخواستم داخل اتاقو ببینم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. سلام خانم. میخوای برای بازی معرفی کنم؟ من درس میخونم بازی چیه؟ آقا فرو خب منو معرفی کن. وای جمعش ایشون خوبه برای بازیگر. بله گفتم بشه. درآمدش خوبه بازیگری؟ بستگی داره دیگه. خوبه برای بله خدا رو شکر خوبه. بفهم. واقعا دوست داری بازیگر شی؟ اگه بخواین میشه بریم بیرون هم ببینیم. میخوان بیرون رو ببینم؟ جواب نمیده. آقا اگه میخواین بیرون رو ببینین در باز. از اینجا میبینم، از اینجا میبینم. میبینم نیه. متشکرم. شما بفرم. ببین اسرجت کن. خب کمتر بیشتر کنید تا تموم شد. باشه خیالتون راحت. شما بفرمایید. چی شد؟ بفرمایید. جایدا مثل که قبول کردش کارگردان نشنیدی؟ چقدر پول دارن؟ روزی 7 میلیون. کمه. بابا 20 روز کار دارن. پول خرج کنن دیگه. بابا 20 روز کار دارن میشه 140 میلیون. چی داری میگی؟ تازه صبحانه نهار شام. خب سعیتو بکن. باشه چشم. کمیسیون من فراموش نکن. خداحافظ. دست درد نکنه. ممنون. دست شما درد نکنه. این سویچ هم لطف کن به من. شما هم لطف کنید با اونا بریم. من دیگه با رضا میام. ممنون. دست درد نکنه. خب آقای فراخ دیگه درسته؟ بله. یه لحظه. آقای پوراحمد لطف میکن جا. آقای پوراحمد ای بابا. نمیستم. آقای پوراحمد. بله. کجا بگی؟ خیلی ممنون. بفرمایید شما با ماشین عقبی ما با ماشین عقب. بله. در خدمت. خوب هستین شما؟ بله. بریم تو؟ تو؟ برای بریم تو؟
بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. آقا فرخ، همونطور که گفتم واقعا ما بیشتر از 7 تومن روزانه در توانمون نیست پرداخت. خب ما متاسفانه من گفتم به این آقای بنگاهی غلامی گفتم که کمه 7 تومن بعد. آخه ایشون که در جریان قیمتا نیستن. واقعا همچین چیزی نیست. دوستانم میگن که 20 روز اینجا کار دارن ولی 30 روز ما خدمت شما هستیم. خب ما یه گروه دیگه هم هست برای سریال اینجا رو خواستم. کار کی هست؟ اطلاعی ندارم. من ایشون هم نمیشناختم. ایشون آقای پور احمد بودن دیگه. پور احمد نمیشناسم. قصه های مجید. اینا قصه های مجید. حالا به هر حال ما اگه قیمت رو برید بالاتر خیلی باشه ولی خب آخه ببین الان شما هم که میگین اینجا رو میخوان بیان برای فیلم برداری بازم بیان اینجا هم شناخته شده میشه میتونین خیلی خوب برین جلو. اما 8 تومن دیگه. آره. باشه 8 تومن رو میبریم فقط شما بیشتر از 20 روز دیگه نمیتونین کار کنین. اوکی. شما نگاه میکنی برو یه چایی بیار. سیر شدی دیگه. لطف میکنین کارت ملیتون رو به من بدید. بله. این بازیگراش کیان؟ بازیگران نونیمن، نا بازیگرن همه. نونیم یعنی چی خانم؟ این بچه‌ای که تو آموزشگاه تازه دوره. من از ایشون سوال. یعنی کسایی که تازه کلاس بازیگریشون تموم شده ولی جلوی دوربین نرفتن. اوه. بله. خودتون بازی نمی‌کنین نه؟ آقا ایشون خودشون مدیر تولیدن. آفرین. بازی کنین. داره قرارداد می‌بنده دیگه. سهیل بیا حرکت کن بیا اینجا. بودو سهیل بودو. بزن دقیقا من شیشه های ماشین رو بدم بالا. بودو بابا. اوناش دستم ببینم بیا کنار ببینم برو کنار ببینم. بله شما چجوری اومدید تو خونه؟ زن بزن پلیس. برای چی اومدید تو خونه؟ از کجا اومدید؟ خواهر شما کیه؟ من اصلا نمیفهمم شما چی میگید. گول زده آورده اینجا بگو بیاد پایین. کجا کی برده؟ یه لحظه شما صحبت نکن ببینم. عزیز من شما از کجا میدونی اشتباه نیومدی سر تو انداختی اومدی تو؟ ببین اون جیپ رو میبینی؟ بله. باشه خواهر من اینجا نیست. من اون 2 نفر رو میگم عزیز من کدوم 2 نفر؟ ما اینجا شناسنامه رو نگاه میکنیم. همه مسافرای ما زن و شوهرن. شما مگه شناسنامه این جیپو نگاه نکردی؟ زن و شوهری منم دیگه نگاه نکردم و چی بشه میگفتم باورم شد. مگه من 10 بار به شما نگفتم منو بگو بیا پایین. کثافت. آقا یونس آقا یه لحظه شما اجازه بده. الان میارم. آقا شما فقط قول میزنی اینجا. مگه من مقصرم؟ شما اصلا میدونی چی شده اومدی پایین برای من رجز میکنی؟ آقا یه روز چاقو کشیه یه روز آقا برو بالا برو بالا. آقا وایسا ببین چی کار بیا بریم تو ببینم. بیا بریم تو اینا الان کار میدن. وایسا چیکار میکنی حیوان؟ وایسا من میارم شو میگم. آقا چی میگی تو؟ ببین ما هیچ
چیه این برو زنگ بزن به دکتر بگو زود بیاد اینجا بدو. باشه درو بازش کن بابا. من این درو بیش کنم روز هواتون خورد میکنم یا بازش میکنم یا بیش کنمش میفهمم. چی شده؟ چی میگی تو ها؟ اینجا چی کار میکنی؟ نمیبینی داره چی کار میکنه؟ برو اونور. چشم، من به شما قول دادم درو برای شما باز میکنم. شما یه لحظه آروم باشید. آقا یونس آروم باش. چه خبره اینجا؟ به من بگو چه خبره؟ نصف این آقا که شبی میبینید خواهرش پا شده با یه مردی اومده رفتن تو این اتاق. ایشون الان شاکیه. از من میخواد من درو باز کنم. من میخوام ازشون قول بگیرم که اتفاقی نیفته، خون این دختر گردن ما نیفته. من این درو باز میکنم. شما دست خواهرتو بگیر بردار چند را این خونه چه خبرته؟ یه خشم این ساختمون میفته. برو عقب. خودتو درجا همینجا آتیش میزنی. مامان ولی من این بی همه چیزو آتیش میزنم. برو کنار. برو کنار. مگه نمیخوای مسئله حل شه؟ برو عقب. برو عقب. خانم برین کنار بزنین درو باز کنیم. ولی من قولی به شما نمیدم که این کاری نکنه. من عزیزم نگران نباش. برین کنار درو باز کنه. بچه‌ها بگید ببخش. درو باز کنین. باز کنیم. ما اینجا این اتفاقی نمیفته. درو باز کنیم. باز عقب. دیگه حرمت یکی رو نگهدار تو این خونه. آروم باش. بیا پسر بیرون ببین. بیا بیرون ببینم. من اصلا کاریش ندارم. خیلی خوب با هم حرفاتون رو بزنیم بریم زودتر از اینجا بیرون. برو قربون بریم. باشه آروم باشید. ببین شما هم آروم باشید. کسی کار نیستیم. تو می‌خواستی بیای شما نشد. خودم میگم بیفته بگیرینش. دایی به خدا داشتم مینداختنش پایین. دایی جون عزیز درجه هستی فقط خودتو برسون. بیا دایی. ولی از کجا پیدا کرد آخه؟ نمیدونم با خدا. همه ساکت. خانم وایسن اینجا. آقایون شما بیاین وایسین اینور. خانمان شما بیاین اینور. یه جلو در نیاد دختر بیرون. حالا مرد میخوام بیاد بره اون تو. جرأت داری بیا برو تو. جرأت داری بیا برو تو. گفتم اینا رو تحویل شما میدم. شما ورشون داشتن رو از این خونه ببر بیرون. ببین چه بلایی داری سر ما میاری. بسته دیگه تموم. دایی شانس آورده و بدبختو داشتن میکشتنش. بابا تو بکشن همم راحت. برو دیگه بس کن. وای چه خبره اینجا؟ 2 دقیقه نمیذارین آروم باشین. تو رو قرآن ببین تو چه وضعیتی گیر کردی. خودشو که میگن غیرتی. خر متعصبه اصلا. یونس چه خبر اینجا؟ ها؟ یونس جان من بگم چه خبر فرخ؟ چیکار با آبروی من داری میکنی تو؟ بابا این گروه فیلم برداری پولشون رو میگیریم دیگه خلاص. لکن فرخ اگه این بچه میافتاد با این من چه خاکی باید تو سرم میریختم. که نیفتاد. من چیکار قربونت برم نیفتاد. چرا نگرانی؟ آخ آخ آخ. آقا تقصیر توه دیگه اینجا رو به این لاتو لوتا اجاره میدی. پول اینو بده بره. پول اینو بده. یونس جانم خوبی قربونت برم. داداش پاشو این قائله رو ختمش کن دیگه. این دختر پسر تو گیر کردن. آره بذار این عینکیه رو یه ذره بزنه. چقدر یه آدم زر باید بزنه. پاشو تو این هم دیگر نکشتن. بابا ولشون کن بذارم دیگر جر و جر. من میرم این که آبروش وسط نیست. میخوام فرارشون بدم. خب فرار کجا میری؟ وایسا باز کن. تو حواسشو نیست فرار کن. بودو دیگه برین جمع کنی. بودو مسائل جمع کن. سود باش بده مسائل تو. همینه؟ این دایی تو شما هم دست شدین منو به خاک سیاه بشون. به من چیکار داری میکنی فرخ؟ چیکار با خود شلوار 20 کیلو ناموس مردم و وردش آورده. برو کمک بیا برو این شر رو بخوابون. چیکار دارن میکنن؟ میام یه دیگه بایستا خواهرت رفت
رفت. بیا برو ببین هست یا نیست بهت میگیم رفت. برو ببین. برو ببین. بفرما. بیا برو تو ببینم. بلام کن ببینیم بابا. همه چی دست دو مؤدب صحبت کن. وایسا. اینا فرار کردن برو دنبالشون. بابا ول کن دیگه. وایسا دیگه وایسا. بیا برو اینجا بشین میخوام با صحبت کنیم. عزیز من اگه ما جلوتو نگرفته بودیم اینو پرت می‌کردی پایین که الان خودت هم اعدام می‌شدی دیگه خواهری نمیمون. بشین دارم با تو خیلی کارت وحشیانه بود. عزیز من آدم باش بیشو گذر من. هی من هیچی به شما نمیگم. بشین آروم بگیر. دیگه چیکار باید بکنم؟ قلبم گناه. بیا تو خانم. بسه بری تو اتاقت. چی کارت کرده؟ هی گیری بابا ول کن. رفتم. یه وای چیکار میکنه؟ پدر ما رو در آوردن اینا. چقدرم چغری. خیلی چغری. بیا برو یا بشین دیوونه. شما برای چی اومدید؟ آدم میفهمید. چی رو میفهمید؟ چرا قضیه میزنی؟ بل نمیکنه. بابا صحبت کن با بزرگتر از خودت آخه بیشعور. بسته دیگه پیری. درست نمیدونم چه میگم. اگر من احترام سن نمایدم پلیس بیاد. پلیس چرا؟ پلیس برای چی؟ برای چی میگی پلیس؟ قربونت برم وقتی میتونیم خودمون دوتا با هم صحبت کنیم مشکل حل کنیم. من دارم به شما میگم آروم باش. من این درو وا میکنم. شما برو هر کاری دوست داشتی بیرون اینجا بکن. فقط آروم باش. شما بذارید برم. اول باید به من قول بدی من درو برای شما باز کنم. بریم حله بریم. بفرمایید. قول دادی یا برو. یا دیگه قول دادی رجز نخونی. خودت برو دنبال زندگی. برو عزیز من. اینجا ببر دیگه. چرا اینجایی هنوز؟ گذاشتم ما بریم. زدن دستمون پاره. بلند شو من معذرت میخوام. بلش کن. سعید بفرمایید همگی. خانم ببخشید بفرمایید. بفرمایید. آقای یونس. بله. یه لحظه شما تشریف داشته باشی. مهناز خانم شما هم همینطور. شما هم بفرمایید. بفرمایید دوستان بفرمایید تو اتاقاتون. من عذرخواهی میکنم از همگی. من معذرت میخوام. نه خواهش میکنم. بفرمایید. خانم خیلی ببخشید. ما امشب خیلی سر صدا کردیم. شرمنده شما شدیم. خانم من حتما باید باشم. شما باشید. آقا یونس. بله. اگه امشب این جوان از این بالا میافتاد پایین چی میشد؟ حالا که نیفتاد این حرفش هم دیگه نزنیم. باز شما داری حرف خودتو میزنی. فرخ میگن اگر میافتاد چی میشد؟ اگر میافتاد خیلی بد میشد ولی نیفتاد. هر کی بود؟ بابا من بودم اجازه بدین آقایون. مقصر نه شما بودین نه ایشون. همه چیز میافتاد گردن پسرعموی من. کی؟ پسرعموی من. کی هستن؟ پسرعموی من صاحب این ویلاه، بهرام چاوشی. چقدر کج شد طفلی. نگاه. آقا فرخ من از همه مشکلات شما خبر دارم. حتی جریان 200 میلیون هم میدونم. ببخشید دیگه مجبور شدم بگم. عمو یونس. بله. آقای چاوشی از آمریکا میخوام با شما صحبت کنم. سلام آقای چاوشی. چه سلامی من دارم به شما میکنم. شما نباید جواب منو بدی. شما مثل برادر رو من حساب کرده بودی. من اومدم خونه به اون بزرگیو که در اختیارم گذاشتی اتاقاشو اجاره دادم. برای چندر غاز من آبرومو حراج. اینا رو میدونم. دخترمون بهم گفت. شما اشتباه کردی آقای چاوشی. شما باید به آذرنوش خانم میگفتی یه تیپا به من بزنه، بندازه منو بیرون، دست دوتا آجام بده ببرن پدر منو در بیارن. چرا شما
ول کن، بس کن دیگه. نه آقا گوشم با شماست. بله. تو آدم بدی نیستی، فقط یه آدم ساده لوحی که شرمنده گول شما اون منو. بردن قالتاقت خوردی. نه آقا نیستم، آدم خوبی من نیستم. به خاطر زنت هم بالاخره این کارا رو کردی. اشکالی نداره. مخلص شما من آقای چاوشی، دست شما رو میبوسم از دور. ببین کار این گروه فیلم برداری تموم میشه دیگه. درسته. خیلی خوب. اینا که کارشون تموم شد پوله رو میگیری میدی مشکل برداری تو حل میکنی. بله چشم. بعدش هم اونجا رو خوشگل ترتمیز کن. منم یه مشکلی برام پیش اومده، تا آخر سال فکر نکنم بتونم بیام ایران. خب دیگه اونجا بمونین زندگی کنین دیگه تا بیام ایران. بله چشم. خیالتون راحت باشه دیگه، من این خبتو نمی کنم. دست شما درد نکنه. خدا حافظ. خدا حافظ. غزل بدون ساز نمونه، زندون درد بلنده باز نمونه، دل و غزل بلنده باز نمونه، شعر و غزل بدون ساز نمونه، شعر و غزل بدون ساز. دایی فرخ دایی زندون درد بلنده باز نمونه. بلنده باز نمونه. بالاخره برای علی دچرخه بخیری ها. ماشاءالله علی. آها بچه‌ها ولش کنیم. برو علی. ولش کنیم. باریکلا علی. باریکلا عمو. آقای چاوشی رفت و با برف سال بعد اومد. ما هم تو اون مدت کلی از ویلا پول در آوردیم، چون اون گروه فیلم برداری کارشون خیلی طول کشید. میخواستن 20 روز بمونن ولی 120 روز موندن. میخواستن فیلم بسازن ولی سریال ساختن ناقلا. چاوشی هم که اختلاس کرده بود و به این زودیا نمیتونست برگرده. تو اون مدت من تونستم بدهکاریمو به صاحبخونم بدم و یه پولی هم بذارم کنار تا به زن و بچه‌م برسم و کلی چیز میز براشون بگیرم. یونس هم دست و بالش باز شد و یه کارایی برای زن و بچه‌ش کرد. گفته بودم لای بدبختیام جفت شیشم میارم. یکی از جفت شیشای من همین ویلای ساحلی بود. یه ویلای ساحلی گوشه یه قلب تو دارم، شکر خدا رو واسه این حالم. چه عشق کاملی تو رو دارم، چه سنابی که هستی کنارم. تو که باشی دیگه مهم نیست مقصد کجاست، زمین و ابراش خونه ماست. با همو داریم ولی دلامون از غم جداست. دل ما فرشه زیر پای شماست. کی میدونه فردا چی میشه و کجاهایی. الان عشقه که اون بالایی. من و تو توی خواب دو نفره زیبایی. الان عشقه با تو تنهایی. تو که باشی دیگه مهم نیست مقصد کجاست، زمین و ابراش خونه ماست. با هم
دلامون از غم جداست، دل ما فرشه زیر پای شماست. جاده تنها بهتر دیروزم، به سمت رویام یه تنه میرونم، آهنگی رو که دوست دارم میخونم. خدایا ممنون هستی کنارم، همه بلیطامو پیشت سوزوندم، دستمو گرفتی راهو دادی نشونم. نشد یه دفعه منو یادت بره، خودت میدونی واسم چی بهتره. رسیدم به تهش هرچی میگذره، تو بسازی واسه من قشنگتره. تو نذاری بارون نمیشه دریا، تو نذاری خورشید نمیرسه به فردا. امضای تو پشت آرزوهام هر جا، تنهام نذاشتی با این که بودی تنها. باید دل دریا باشه، خدا بهت کشتی بده، سر تو بالا بگیر حتی تیرت خطا بره. آسمون زمین بیاد شده هیچ کسی نخواد، چیزی که مال توه فقط به تن تو میاد. تو نذاری بارون نمیشه دریا، تو نذاری خورشید نمیرسه به فردا. امضای تو پشت آرزوهام هر جا، تنهام نذاشتی با این که بودی تنها. تو نذاری بارون نمیشه دریا، تو نذاری خورشید نمیرسه به فردا. امضای تو پشت آرزوهام هر جا، تنهام نذاشتی با این که بودی تنها.